تلاوت قرآن اجر و پاداش بزرگی دارد. هر حرفی که خوانده میشود در آن ثواب زیاد نوشته میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام ترمذی روایت میکنند فرمودند: من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف و میم حرف. هر یک مسلمان میتونه که در رمضان اقلا یک ختم رو به جا بیاره. قرآن عبارت است از 30 پاره و 600 صفحه. هر یک پاره آن عبارت از 20 صفحه است. می شود که آن را به 4 قسم تقسیم کرد که هر یک قسم آن عبارت از 5 صفحه است و در 4 وقت گوناگون خوانده شود. 5 صفحه اولی را بعد از نماز بامداد، 5 صفحه دیگری را بعد از نماز پیشین یا بعد از نماز عصر، 5 صفحه دیگری را بعد از نماز مغرب و 5 صفحه اخیری را بعد از نماز تراویح یا اینکه هنگام سحری خوری کردن. با همین مسلمان یک ختم را در این ماه مبارک به جا می‌آورد. این چنین می شود که این پاره را به 5 قسم تقسیم کرد که هر یک قسم آن عبارت از 4 صفحه است. می شود که بین اذان و قامت هر یک نماز 4 صحیفگی قرآن خواند و به همین می شود در یک ماه یک ختم پره. این چنین انسانایی که با غیرت هستند میتوانند که 4 ختم را به جا بیارند، آنچنانی که سلف صالح آن را به جا می‌آوردند. قرآن را به 7 قسم تقسیم می‌کردند و در 7 روز یک بار ختم می‌کردند. اول شروع میکردن از 3 سوره اولی. در روز اول 3 سوره اول رو میخوندن. بعد از اون 5 سوره که بعد از اون آمده است. بعد از اون 7 سوره که بعد اون آمده است. بعد اون 9 سوره که بعد اون آمده است و بعد اون 11 سوره که بعد اون آمده است و بعد اون 10 سوره که بعد از اون آمده است و در آخر از سوره قاف تا سوره ناس میخوندند و قرآن رو به همین شکل ختم میکردند. پروردگارا قرآن را بهاری دل هر یکی ما قرار بده.